همراهان همیشگی سلام بر شما، به کانال خودتان خوش آمدید. در این برنامه با قبایل هزاره ها بیشتر آشنا می‌شویم. هزاره ها بومی‌ترین قوم افغانستان است. در این ویدیو با قبایل هزاره ها آشنا شوید. هزاره ها 22 قبیله دارد، از جمله مهمترین ها قبیله های دای زنگی، دای کندی، دای میرداد، دای چوپان، دای فولاد، دای دهقان و جاغوری هستند. بیایید به بررسی این قبایل بپردازیم. اولین قبیله دای زنگی است. آنها به شجاعت و مهمان نوازی و فناوری مشهور هستند و در مناطق مرکزی افغانستان که به نام هزارستان مشهور است زندگی می‌کنند. قبیله دای کندی نیز یکی از قبایل مهم هزاره ها است که بیشتر به کشاورزی و دامداری مشغول هستند. قبیله جاغوری به هنر و فرهنگ و همچنین داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های سواد در میان هزاره ها معروف است. قبایل هزاره ها از فرهنگ‌های غنی و متنوعی برخوردارند و هر یک از آنها نقش مهمی در تاریخ افغانستان داشته‌اند. از قدرت قبیله‌های هزاره بیشتر بدانیم. در این ویدیو همراه باش. قبیله‌های هزاره در دوره‌های مختلف تاریخی نقش مهمی ایفا کردند. هزارستان، سرزمین اصلی هزاره‌ها، مناطق وسیعی را در بر می‌گیرد. این قبایل نقش بسزایی در دفاع از فرهنگ و سنت‌های خود داشتند. قهرمانان و رهبران هزاره در تاریخ به مقاومت و شجاعت مشهورند. با وجود چالش‌های فراوان، هزاره‌ها همواره به مقاومت و پیشرفت ادامه دادند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از تاریخ و فرهنگ هزاره، ما را دنبال کنید. اطلاعات بیشتر درباره قبایل هزاره‌ها، کانال ما را سابسکرایب کرده و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.